از حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه صحابی پیغمبر روایت میکنند زهاد امت اسلامی است، از زاهدترین اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم محسوب می شود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند اینی لأعرف آخر اهل النار خروجا من النار و آخر اهل الجنة دخولا الجنه. پیغمبر خدا گفتند من آخران شخصی را که از دوزخ به امر پروردگار خارج می شود، به مرحمت خداوندی، به بخشش خداوندی، و اولی و آخرین شخصی را که به لطف و مرحمت خدا داخل جنت می شود، یعنی همون شخصی که از دوزخ برآوردنش داخل جنتش میکنند، بعدا همون را می شناسم. گفت یؤتی بالرجل یوم القیامه فیقول صلوا عن صغار ذنوبه واخبؤوا کبارها. میارن این مرد گفت فردا روز قیامت خدای بزرگ میگه از گناه های صغیرش سوالش کنه، گناه های کبیرش از زمان که اگر گناه های کبیرش آواز ناخون کنه وای به حالش جواب این سوالا را کرده نمیتونه، از اما گناه های صغیره که در حیات کرده است از اونا سوالش کنه. این لطف و مرحمت پروردگار است. فیقال له عملت کذا و کذا یوم کذا و کذا، عملت کذا و کذا فی مکان کذا و کذا. بس سوالش میکنن الایکا، میگن ای بنده تو فلان و فلان گناه ها را در فلان روز انجام داده بودی، فلان و فلان گناه ها را در فلان مکان در فلان زمان انجام داده بودی. اعتراف میکنه مسلمان است. فیقال له فإن مکان کل سیئة حسنه. بعد میگنش که با رحمت مغفرت پروردگار گناه های تو به ثواب و به حسنه مبدل شدن و برای تو در عوض هر گناهی که کرده بودی، سیئه کرده بودی، از بس که بعدا توبه کردی حسنه نوشته می شود. یا تو باشه هفته گذشته در آخر صحبت یک نظمی را از حضرت شیخ عطار براتون قرائت کردم و گفتم که این اصل داره، زیرا میگه چنین نقلی درست است از پیامبر، این حدیث از پیغمبر روایت شده است و از بس که وقت دیگر تنگ بود من برای شما وعده کردم که حدیث هفته آینده میگویم. این همون حدیث است. وقتی که به نعمت پروردگار گناهاش به حسنه مبدل میشوند این شخص جسارت پیدا میکنه. فیقول یا ربی اینی عملت اشیاء ما اراها هاهنا. میگه پروردگار من گناه های زیادتر دارم، بعضی گناه های دیگری کردم که نخوندنش، کرام الکاتبین حوزی در پیشم نخوندن، بیان نکردن. مقصد پروردگار رو امر کرد که همونا رو هم بنویسن، از بس که من توبه کردم، شخص مؤمن هستم، توبه نصوح کردم، پس همون گناه ها من به حسنه تبدیل ته. حضرت ابوذر غفاری میگه فلقد رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یضحک حتی بدت نواجذه. دیدم میگه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی همین قصه را بیان کرد خندید، حتی که دندانهای زیباش نمودار شدن، همون دندانهای اربعش دیار شدن. دیدیم پیغمبر بسیار کم فراخ میخندید، عادتا تبسم میکرد. در همین حالت وقتی که از جسارت او شخصی که خداوند رحمت مغفرتش کرد به خاطر توبه های کردش و گناهاش به حسنه مبدل گرداند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که بیان نمود و قصه را ببینید تبسم کرد، حتی خندید، میگه که دندانهاش نمودار شدند. واقعا رحمت پروردگار بی نهایت وسیع است. خداوند بعضی مؤمنان را به خاطر همون توبه هاش و به خاطر ایماناش و بعد از آن که داخل دوزخ میگرداند باز نجات شو میده، باز خارج شو میکنه، باز داخل جنت شو میگرداند. امام ترمذی روایت میکند از حضرت ابو هریره رضی الله عنه راوی امت
که پیامبر صلی الله علیه و سلم بار ارشاد فرمود و گفت این رجلین ممن دخل النار اشتد سیاحهما. گفت دو شخصی که فردا روز قیامت به سبب گناههای زیاد شو در دوزخ انداخته شدیان از مؤمنا هستند، گریه و فغانشو بسیار بلند می شود، داد و فغانشو گوش فلک کر میکنه. فقال رب تبارک و تعالی اخرجوهما. خداوند میگه امر میکنه که خوب ببرورشو، یا چی درد دارن یا چی قدر گریه و فغان دارن. خدایی که از همه چیز واقف است، از همه باخبر است. فیخرجان. فقال رب تبارک و تعالی لهما لأی شیء اشتد سیاحکما. و خداوند با اونا مراجعت میکنه وقتی که از دوزخ خارج شو کردن، میگه چرا اینقدر گریه و فغان داره؟ همون مردم دیگر هم مثل شما میسوزن، چرا این صدای شما از همه بلندتر است؟ فیقولان فعلنا ذلك لترحمنا. میگم پروردگار رو برای آن گریه کردیم که برای آن سر صدا برداشتیم که تو رحمت بکنی، گناهامون رو ببخشی، به خاطر ایمان ما، به خاطر اسلام ما. اگر چند سر تا پا در گناه غرقه هستیم، اما پروردگار رو بر رحمت و مغفرت کش گناهامون رو ببخشی. سبب گریه و فغان ما همین است. خداوند متعال فرمود این رحمتی لکما ان تنطلقا فتلقیا انفسکما حیث کنتما من النار. گفت دیگر برای شما رحمت باقی نمونده است. رحمت من نسبت شما فقط همین قدر است که برخیزید از جاتون به امر پروردگار، برای در همون مکانی که بده خودتون در داخل آتش سرکی پرتایید. جای شما دیگه همون دوزخ است. من برای شما پیغمبران فرستادم، من همه درها را بسته بدم بجز در توبه باز بود. من شما را دائم اعلام میکردم که ای مردم، هر کس توبه از گناه ها کنه، هر کس بازگشت به سوی خدا داشته باشه، گناهاش میبخشم. اما شما اسیر ایدام شیطان شدید، از رحمت خدا خودتون را به دست خود محروم کردید. امروز دیگه رحمت من همین قدر مونده است، برای که خودتون در آتش سر کلپو باندازید. چیکار کنم بیچاره؟ از دست شو دیگه چیکار میآید؟ فینطلقان فیلقی احدهما نفسه. هر دوش از جاشو میخیزن محزون، سراخم، گریان میآیند. یک نفرش ترکی میپرد روی دوزخ. فیجعلها له رب تبارک و تعالی بردا و سلاما. وقتی که امر پروردگار را اجابت میکنه و در حال خچه سرکی میپرتاید، پیغمبر برای ما قصه کرده است که خداوند همون آتش براش یک جای خوش و خرم بوستان میگردونه، همچنانه که بر خلیلش حضرت ابراهیم خلیل آتش نمرود بوستان گردونده بود که دیگه او آتش در او اثر نداره. و یقوم الاخر فلا یلقی نفسه. یک نفر دیگرش در پیش همون آتش میسته، او زبانه آتش هم میبینه و شعله را میبینه و داد و فغان اهل دوزخ هم میبینه، جرأت نمیکنه که خودش پرتاید، همونجا میمونه راست. فقال رب تبارک و تعالی ما منعک ان تلقی نفسک کما القی صاحبک. خداوند به همه مراجعت میکنه به او بنده، میگه تو چی باز داشت؟ چرا امر مرا اجرا نکردی؟ چرا مثل او برادرت خطه در داخل دوزخ نه انداختی؟ او امر من بود که بره خطونه در دوزخ پرتایی. این مرد گریان و بریان میگه یا ربی اینی لارجو الله تعیدنی فیها بعد ما اخرجتنی. میگه خداوند اکمل امید کشیدم است که بعد که به فرمان تو از دوزخ برآوردم و دیگه بازگشت به دوزخ انداخته نمیشه. از تو امید دارم، امید رحمت. حالی هم همون امیدم ترکم نکرده است که تو رحمت میکنی و دیگه پسان به دوزخ نمیفرستی.
فیقول رب تبارک و تعالی لک رجاؤک. خداوند میگه که بر تو باد همون امیدت، به همون امیدت رسیدی. فیدخلان الجنة جمیعا برحمت الله. امر میکنه که اون شخصی را که اول سرکی پرید او را خارج کنن از دوزخ و هر دو به رحمت پروردگار داخل جنت میشوند. و ببینید چه خدای مهربان داره. اما افسوس و صد افسوس که شکرگزاری خدا را فراموش میکنیم. توبه پیش این پروردگار را اگر فرزن معصیت کردیم فراموش میکنیم. از همه امید میکشیم، از این خدای بزرگ مهربان امید نمیکشیم. اون عزیز گفت شد 70 سال تازه شادی میکنم و از وجد حال که این چنین زیبا خداوندیم هست، با خداوندیش پیوندیم هست. یک بزرگ گفت 70 سال شد از شادی در پرتم نمیگنجم که اینقدر خدای مهربان دارم، اینقدر خدای نازنین دارم، اینقدر پروردگاری ولی نعمت دارم. خدایی که ما گناه میکنیم و بعد از او با توبه کردیم و به سوی رحمت او رجوع کردیم ما را میبخشد. رحمت خدا بالای ما نثار میکند. ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم. خداوند میگه پیغمبر میگه که خدای بزرگ شما واقعا حی و کریم است، بخشنده است، آمرزگار است، سخاوتمند است. ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیه الیه ان یردهما صفرا. و این خدای بزرگ با او مجد عظمت و بزرگی، با او به نیاز بدن شرم دارد وقتی که یک بنده مؤمن دستای خالیش از سینش میبرداره و گردن کج با آبی دیده از این پروردگار طلب رحمت میکنه، طلب مغفرت و مسئلت میکنه. خداوند شرم داشته است که همون دو دستی او را خالی بر بگردونه. تا تو مشغولی به جویایی عیب کی کنی شادی به زیبایی غیب. تا وقتی که تو عیب جویی میکنی، تا وقتی که تو زبان از غیبت مردم باز نمیداری، تا وقتی که تو فقط کمبودی و نقصان میجویی، از کجا به زیبایی غیب شاد شوی؟ از کجا به قدر این نعمتهایی که خدا به تو رسونده است برسی؟ قسم به خدا من چندین بار گفتم باز میگم، همه شکرگزاری ده چشم بینا را اگر تمام حیات ذکر خدا کنیم، عبادت خدا کنیم، انجام داده نمیتونیم. او همه دیده بینا را به مال و ثروت دنیا خریده میشود. مردم بیچاره پول جمع میکنن، بچه‌هاشو پولشو میتن، سنیج گفته امید میکشن، میخیزن میرون چشما را جراحی میکنن. بعد نیم سال میپرسیشو میگه هی افسوس صد افسوس، کو دیده بینا دیگه او کو چشم زیبا و بینایی که دنیا را اینقدر منور خوشرو میدیدم دیگه او چشم نمونده است. پس به قدر این نعمت خدا باید برسیم. اولا از عیب خلق آزاد شو، پس به عشق غیب مطلق شاد شو. هرچی هست بود خواهد بود نیز، مثل دارد جز خداوند عزیز. همه چی یک نظیر داره، یک مانند داره، به خود یک پیوند داره. غیر پروردگار، غیر خدای بزرگ که بی مثل بی مانند است. هرچی را جوی جزو یا بی نظیر، اوست دایم بی نظیر و ناگزیر. واقعا خدای مهربان دری توبه را نمیبنده برای امت تا زمان قیامت. دری توبه خدا همیشه باز است. هر کسی توبه کنه، هر کسی رجوع به رحمت پروردگار کنه، خداوند می آمرزد، خداوند گناهاش می بخشد. ابن ابی شیبه، ابوبکر ابن ابی شیبه کتاب دارد با نام مصنف، بسیار معروف و مشهور است.
حدیث های بی‌نهایت زیاده، تا 40,000 حدیث در اوج جمع آورده است. هم حدیث های مرفوع هستند از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، هم حدیث های موقوف هستند که روایات اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فتاوای اونا را بیان میکند. از حضرت عبدالله ابن عمر ابن ابی شیبه روایت میکند. عبدالله ابن عمر فرزند صالح حضرت عمر رضی الله عنه است. عبدالله ابن عمر میگه بین رجل یقال له الکفل یعمل بالمعاصی. یک مرد بود گفت در بنی اسرائیل زندگی میکرد. وقتی که صحابه های پیغمبر چیزی را قصه میکنن، البته او چیزی را بیان میکنن که از پیغمبر شنیدیم. اصحاب پیغمبر فاضل ترین امت اسلامی هستند. میگوید در بنی اسرائیل مرد میزیست با نام کیفل، نامش کیفل بود است. بسیار گناهگار بود، بسیار فاسق بود، زیناکار بود. آنچنانه که افسوس صد افسوس که امروز جوانای زیاده که دعوای مسلمانی میکنن، پیسر و دخترها زیناکاری میکنن، امروز نه از خدا شرم میدارن نه از بنده های خدا شرم میدارن. همین شخص همین کیفل میگه هم خیلی گناهکار بود، زیناگار بود. فاعجبت امرأة فاعطاها 50 دینارا. یک زن زیبایی را دید، همون زن خوشش اومد، 50 دینار طلا به همون زن هدیه کرد تا اینکه در خلوت او را قبول کنه. فلما قعد بین رجلیها ارتعدت. وقتی که در خانه خلوت بین دو زانوی او زن نشست، میخواست دست به کار شنیع حرام بزنه، زنا کنه، دید که همون زن میلرزه، لرزه در بدن همون زن افتاده است. فقال لها مالکی، گفت چی دردت رسید است؟ 50 دینار رو دادم، در این پول من میتونستم چند بار زنا کنم، 50 دینار دادم و در دستت چی قدر میلرزی؟ ای ترسی پول باشه که پول دادم. زن در جواب گفت هذا عمل ما عملته قط. گفت من ای خدا ترسیده استم، باری اول ای زنا میکنم. همین پول شیرینی کرد، لعنت خدا برای پول باد، گفته من رازگی دادم اما باری اول من زنا کرده استم، ای ترس خدا لرزه در بدنم افتیده است. کفل در دهشت غلطید، گفت انت تجزعین من هذه الخطیئه و انا اعمله منذ کذا و کذا. تو گفت زن هستی، زن ناقص العقل میشوه، ناقص دین میشوه، با وجود این قدر است زنا میترسی که بدن تلرزه گرفته است. خاک در سر من بر این مرد روم سیاه گفت که من چندین مدت شد که زناکاری میکنم، یک بار ای ترس خدا بدنم نلرزیده است. فوالله ما اعصی الله ابدا. قسم به خدا گفت دیگه بس است زناکاری، دیگه عصیان میکنم به خدا. او زن رخصت کرد، جوابش داد، برفته زنا نکرد. ای برادر، خود در این اکسیر زن کم نباید صدق مرد از صدق زن. ما جوان مردیم دعوای مردی و شعر مردی میکنیم، مرد باید صدقش ای صدق زن کم نباشه. مرد باید ترس حراسی پیش خداوندیش از زن دیده کمتر نباشه. آن دل مردی که از زن کم بود، آن دل باشد که کم زیش کم بود. او دل مردی که جسارت دل زن نداره، او دل نیست، او شکمبه ای، محل نجاست ای، او را دل گفته نمیشه. فمات من لیلتی. همون شب کیفل اجلش رسیده مرد، ساعتش اومد، همون شب وقتی مردنش بدست. مرد ببینه خدای تعالی که هدایتت کنه، ببینه در آخران لحظه او خودش نمیدونست که شب میبرم، اما هدایت خداوندی را ببینه که توبه کرد، از کار زنا چشم پوشانید، اگر چند امکانش داشت. همون شب مرد. فلما اصبح بنو اسرائیل قالوا من یصلی علی فلان. فردا روز شد بنی اسرائیل آگاه شدن که فلانی مرد است. زیناکاریش همه میدونست، حرامکاری او در تمام آفاق پهن شده بود.
گفتن جنازه ای را کی میخونده باشه؟ این فاسق بدبخته کی جرأت میکنه که جنازه ای را بخونه؟ حضرت عبدالله ابن عمر میفرماید فوجد علی بابه قد غفر الله للکفر. آمدن در خانهش دیدن که یک نوشته است، نوشته ای که او را انسان نمی نویسه که خداوند گناه های کفر را بخشید، خداوند خط عفو بالای معصیت های کفر کشید به خاطر آن که توبه کرد، توبه نصوح کرد، از اون راه حرام بازگشت. پس ببینه که این توبه چی نعمتی بزرگ است، این توبه چی رحمت الهی است که برای ما و شما عطا شده و هدیه شده. حضرت امام غزالی در احیاء العلوم روایت میکند که یک جوان به دست در بنی اسرائیل در خاندان اشخاص صالح تربیت یافته است. میگوید مدت 20 سال عبادت خدا میکرد، 20 سال پیوسته. بعداً صاحب وظیفه و منصب شد، دیگر عبادت خدا را فراموش کرد. چه بسا مردایی هستند که یک زمان نمازخوانند، اهل مسجد هستند، اما وقتی که خدای تعالی به یک وظیفه و منصب میرسونه شو خدا را فراموش میکنند، از نعمت خدا صرف نظر میکنند. افسوس و صد افسوس که زیاد هستند همین طایفه مردم دباییم. همین شخص صاحب وظیفه و منصب میشود، مدت 20 سال دیگر ترک عبادت خدا میکنه، 20 سال دیگر دست در معصیت، دست در گناه. یک روز در پیش آینه ریش شانه میکرد، دید که موهای سفیدش از موهای سیاهش زیاد شدید. موی سفید از کفن آورد پیام. همین موی سفید خودش بیانگر آن است که مرگ میآید، اجلت اومده است، دیگه از این طرف تا اون طرف نزدیکتر شده است. از این خاطر در ترس تهلکه غلطید، به در به علم صداش بلند کرد، گفت الها اطعتک 20 سنه ثم عصیتک 20 سنه فإن رجعت الیک اتقبلونی. پروردگارا گفت مدت 20 سال عبادتی ترک کردم، در عبادتم نقصان نکرده بودم، بعدم 20 سال دیگه عصیان کردم، ترک عبادتت کردم، ترا فراموش کردم. الحال گفت میبینم که موی ریشم سفید شده است، اجل من میآید کدام روزه، آیا من رجوع به سوی تو کنم، توبه کنم، تو توبه مرا بپذیری؟ آیا قبول میکنی؟ یک صدای را شنید، آواز به گوشش رسید، احببتنا فاحببناک و ترکتنا فترکناک و عصیتنا فاحملناک. که ای بنده، یک زمان ما را دوست می داشتی، ما هم ترا دوستت می داشتیم، بعدا تو ترکی ما کردی، ما هم ترکی تو کردی، ترا ترکت کردم، گناه کردی، من ترا مهلت دادم، جان تا قبض نکردم، به بلا گرفتارت نکردم، اگر چند ای قدرت دارم، اما من ترا مهلت دادم که یک روز اصلاح شوی. و این رجعت الینا قبلناک. الحال گفت اگر تو رجوع کنی قبولت میکنم. تکبیر! ای موی سفید کرده ای نام سیاه، تا چند گریزی تزی درگاه اله. ای موی سفید شده، گفت اندکی اندیشه کن که نامه اعمالت سیاه شده، تا چند گریزی تزی درگاه اله. حق میگوید مرا کرم بسیار است، ناامید مشو بنده، بیا عذر بخواه. خدای بزرگ میگه کرم من زیاد است، دریاهای رحمت من جوش میزنن، تو ناامید نشو. یأس ناامیدی باید در دل تو جای نگیرن، دیر نشد از توبه کن، به سوی خدا رجوع کن، عذر بخواه، من توبه پذیر هستم، توبه تو را میپذیرم. استعیذ بالله. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربكم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا یخزی الله النبی
والذین آمنوا معه. چون قریبی خداوند متعال در قرآن بزرگ میفرماید ای مؤمنان، ای کسایی که دعوای ایمانداری میکنید، ای کسانی که ایمان به خدا و روز آخرت دارید، به سوی خدا توبه کنید. هنوز دیر نشده است، توبه کنید. اما توبه شما باید توبه نصوح باشد، توبه بی بازگشت باشد. بعید نیست که خدای تعالی به شرافت او توبه شما گناههای شما را بآمرزد، گناههای شما را کفارت کند و شما را داخل جنت گرداند. جنتی که آبهای روان از زیر درختاش جاری هستند، جنتی که جوانی او پیری ندارد، جنتی که نعمت او فناپذیر نیست، جنتی که بقای او فنا ندارد، جنتی که در اوج بیماری نیست، رنج نیست، اذیت نیست، سخن لغو و بیهوده نیست. همون جنت خدای تعالی برای شما آماده کرده است و شما را در روزی که خدای تعالی پیغمبر بزرگ خویش محمد صلی الله علیه و سلم و آنانی را که ایمان آوردیم به خدا و به این پیغمبر محبوب مکرم می دارد، عزیز می دارد، شما را وارد او جنت می سازد. اما توبه باید توبه نصوح باشد. چه نوع توبه را توبه نصوح میگویند؟ در تفاسیر اومده است، از جمله علامه صابونی در صفحات تفاسیر بیان میکند و عین همین سخن در جامع البیان در تفسیر معروف امام طبری نیز روایت شده است که از حضرت عمر رضی الله عنه صحابی بزرگ پیغمبر که از مکثرین در فتواست سوال کردند که یا امیر المؤمنین ما توبت نصوح؟ گفتن ای امیر مؤمنان، توبه نصوح چی توبه است؟ و توبه ای که خدای تعالی نصوح نامیده است چی نوع توبه است؟ حضرت صلی الله علیه حضرت عمر رضی الله عنه فرمود ایتوب الرجل ثم لا یعود الى الذنب کما لا یعود اللبن الى الضرع. گفت توبه نصوح این است که شخصی مسلمان توبه کند، بعداً دیگر به او گناه بازگشت نکند، بازگشتی به او گناه نداشته باشد، همچنانه که شیر دوم باره دیگر به پستان باز نمیگردد. علما برای توبه نصوح 3 شرط قائلند. یعنی توبه نصوح عبارت از 3 رکن است. اولا دست از همون کار حرامی که میکرد باز دارد، از همون معصیتی که میکرد. ثانیا پشیمان شود، از همون کاری کرده خود پشیمان شود، حقیقتا پشیمانی بخورد. چه بسا مردایی هستند که زمانهای فاسقی خودشون وقتی که بیان میکنن به لذت بیان میکنن، وقتی که ذکر زمان فاسقی را به لذت و به ذوق کردی گویا اثر نو مرتکب همون گناه شده. فراموش نکنید باید پشیمانی و ناامیدی قلبش فرا بگیره وقتی که به یادش برسه همون گناهاش، زیرا ندم پشیمانی خودش توبه است. پیغمبر خدا گفته است الندم و توبه. و نهایت 3م رکن توبه نصوح آن است که دیگر رجوع نداشته باشه، بازگشت به او گناه نداشته باشه، دیگر پس نگرده. وقتی که توبه با همین 3 شرط واقع شد او توبه نصوح است، توبه مقبول است در پیش پروردگار متعال.